ای 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 همیشه بخند و سر و ببر از دلا ای 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 دوباره بلند شو امیدو ببر کجا با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از گویا از شب شب غم تا سحر ما جانمون از فردا ای 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 هر پنجشنبه با ما پیک شادی. سلام و درود به همه شما بینندگان و یاران همیشگی پیک شادی. در آخرین ماه از سال 1401 با یکی دیگه از برنامه‌های پیک شادی در خدمت شما عزیزان هستیم و همصدا و همراه با شما بینندگان عزیز به پیشواز سال نو میریم. سالی که در امتداد قیام مردم ایران از راه میرسه و سال گام‌های هرچه پرتوانتر مردم ایران به سوی پیروزیه. رویش لبخند جاودانه بر لب‌های ایران زمین و جوشش شادی ماندگار در قلب این زیباترین وطن آرزوی مشترک همه ماست. با پیک شادی این هفته همراه ما باشید. این هفته خبر تو خبر داره براتون از قمپوزای مهره‌های نظام که یکی بعد از دیگری در حال ترکیدنه. نه تنها کوچکترین مشکلی نداریم الان، بلکه دنیا فریاد میزند که در جبهه انفعال قرار گرفته است و در جبهه ضعف قرار گرفته است. بله، حالا که هیچ مشکلی ندارن، وضعیت آزادی تو حکومتشون رو هم از زبون این قاتل عمامه‌دار بشنوید. آزادی ایجاد شد یا نشد؟ کدوم کشوری به اندازه ما آزادی داریم؟ برید حتی تو آمریکایی‌ها ببینید. همزمان با این قمپوزا دست همدیگه رو هم تو دعواهای باندی رو میکنن. یه فرد باید تو دولت وجود داشته باشه تیم اقتصادی رو جمع بکنه، الان نداریم. حضرت آیت الله رئیسی باید برای این قصه یه فکری کرد. یه کسی باید فضای اقتصادی دولت رو بتونه جمع بکنه. نه تنها کسی رو ندارن که فضای اقتصادشون رو جمع کنه، بلکه در حال سقوط هم هستن. آقا میدونید این صدای چیه؟ صدای بستن کمربند، زنگ بستن کمربنده. کمربنداتون رو همه ببندید. قطار پیشرفت آقای رئیسی داره میره ته دره، داره سقوط میکنه. از ما گفتم، یعنی وقتی مسئولین خوابن دلار ارزون میشه، وقتی از خواب بیدار میشن صبح دوباره دلار گرون میشه. این نشون میده نقش مسئولین چقدر موثره تو کاهش قیمت ها. یه هلیکوپتر میفته یه وزیر هوا میشه، اون یکی میگه میخوام سیم کارت بدم به گردشگرا بدون فیلتر. مردم خودمون 80 میلیون نفر آدم نیستن. یعنی واقعا مشخص نیست که دولت محترم چه نقشه راهی داره جز سقوط کشور و مردم به ته دره. این هم یه نمونه بدون شرح از تفاوت ریال ایران با ریال عمان. این چیزی که شما دارید میبینید 1 ریال عمانی، یعنی هیچ چی نیست. 1 ریال ناقابل 150,000 تومان. این ناقابل 150,000 تومان، یعنی شما اگه توی عمان گدایی کنید توی ایران میتونید شاهانه زندگی کنید. دیگه من چیزی نمیگم، کپشن با خودتون. 150,000 تومان ناقابل. حالا توی این وضعیت جک و جونورای عظما تو استبل ولایت چی کار میکنن؟ هیچی، مشغول مشاعره و قافیه بازی هم.
یه دو بیتی برای آقای نادری بگم که اسم منو یاد بگیره. گفتم هر چند که گوش نادری سنگین است، گویند کمی ز هوش هم تعطیل است. دل خوش نکنید به شیوه رفتارش، آثار و نتیجه همون تحریم است. آقای نادری، یاد تو حس قشنگی است که در دل دارم، چه تو باشی چه نباشی نگهش می‌دارم. آقای دلخوشم یکی دو بار شعر خوندن در مورد بنده، میخوام با همون جواب یک 75 جواب بدم خدمتشون. الا خوش دل، تو با اشعار ناقص بنای شعر را آباد کردی. نشستی چون به کرسی وکالت، تمام عمر خود برباد کردی. تو که مرغ هوس را بسته بودی، چرا این گونه‌اش آزاد کردی؟ سرودم شعر سنگین مثل وزنت، که رب النوع خود را یاد کردی. کارشناسای تیویدیششون هم با وقاحت میان جلوی دوربین و درباره مسمومیت دختران میگن این توهمه. دانش آموزای دختری که کوکاکولا میخوردن چون این شایعه رو پذیرفته بودن که توش یه ماده خاصی داره، کارشون به بیمارستان میکشید. یعنی این پیش‌فرض رو داشتن که تو کوکا یه ماده ریختن که بخوریم حالا بد میشه. کامل داستانشو میتونن سرچ کنن و فکر میکردن که این ضرر خیلی هنگفتی برای شرکت کوکاکولا این وضعیت پیش آورد که آقا بچه ما، دختر من کوکاکولا خورده و مریض شده. بله. تو بلژیک این اتفاق افتاد و خیلی هم جدی آدما، یعنی بچه‌ها کوکاکولا می‌خوردن و مریض می‌شدن. کوکاکولا ناچار شد خیلی کارا بکنه، از جمله اینکه حالا این کیسشو نمی‌خوام اینجا توضیح بدم. اما همزمان با این خزعبلات نماینده‌های خامنه‌ای نقابشون رو کنار می‌زنن و به بسیجی‌ها و اسید پاشا فرمان آتش به اختیار میدن. تو عرض مسئله حجاب شما باید کمک کنید. شما برادران و خواهران با قدرت وایستید، با جریان بی حجابی و کشف حجاب مقابله کنید. این هم یک سند دیگه که نشون میده آتش این مسمومیت ها از کدوم گور بلند شده. چه ضرورتی داره زن بره بشه کارمند بانک یا سرکارخانه مهندس وزارت راه؟ اینا چه ضرورتی داره؟ نزدیکترین حالت زن به خدا این است که در پستوی خانه اش بماند. مشنگستان این هفته رو با این اعتراف عظما شروع میکنیم که کاملا بدون شرحه. ما رو ملت ایران برای مقابله با نظام اسلامی و جمهوری اسلامی حساب کنید. ملت ایران از دین، از نظام اسلامی، از روحانیت زده شدن. میتونید رو اینا حساب کنید، اینا می ایستن در مقابل نظام اسلامی. سالها پیش خمینی گور به گور شده درباره موسیقی از این روزا خونده بود. یه مغزی که دنبال این رفت که موسیقی گوش کنن، موسیقی که الان هم قلم ها هست که خیلی موسیقی یه چیز مثلا تربیه، یه مغزی که دنبال این رفت که موسیقی گوش بکند و عادت به این کرد، این مغز مریض میشه. این نمیتوند فکر این بکند که کشورش به چه حال دارد میگذرد، چی میگذرد در اینجا، دنبال این نیست، مثل آدم هروئینی میمونه. اگه بین این ترانه های عظما پسند با این ترانه مسابقه بذارن، شک نکنید این برنده میشه. این پاسدار مشنگ هم میخواد از امام ملعونش خاطره تعریف کنه، اما سوتی میده، اونم چه سوتی. این لبنانی‌ها دیدن ما اونجا ایرانی هستیم و نشستیم، شروع کردن به همدیگه داستان تعریف کردن. گفتن وقتی که انقلاب پیروز شد ما رفتیم ایران، این 5-6 نفر به همدیگه میگفتن
ما رفتیم ایران و خلاصه قم و تونستیم یه ملاقاتی از حضرت امام بگیریم. حضرت امام را که دیدیم گفتیم که لبنان هم خیلی آماده برای انقلاب. یه نفر شما مثل خودتون اگه بفرستید لبنان هم انقلاب اسلامی میشه. میگو حضرت امام اون روز به ما فرمودن که مثل من دیگه نیست. گفتیم خب اشکال نداره، یکی کوچیکتر از خودت یه نفر را بفرستید لبنان که اونجا انقلاب کنیم ما هم بشیم انقلاب اسلامی. گفت امام فرمودن که کوچیکتر از منم نیست. گفتیم پس ما چیکار کنیم؟ گفت ما یک سپاه پاسدارانی داریم تشکیل میدیم. این مثلا به نظر میاد که مثلا فروردین اردیبهشت 58 بوده. ما یک سپاه پاسدارانی داریم تشکیل میدیم، انشالله 2-3 نفر از اونا را ما میفرستیم لبنان، همون کار منو انجام میده. وضعیت تو سوتی بازار ولایت به قدری وخیم شده که حتی خالیباف هم از دوربین میترسه. ببخشید جناب عالی ضبط میکنید، من معترض نیستم ولی من چون تجربه دارم، بعد صحبت‌ها رو تیکه تیکه میکنن، یه جملهش میذارن بقیهش نمیذارن، بعد میگن آقای قالیباف ضد دین حرف زد، ضد انقلاب حرف زد، ضد رهبری حرف زد. بعد میگه آقا این جمله یه پس و پیشی هم داره، این ورش نگاه کن اون ورش نگاه کن. بخش پایانی مشنگستان رو به یک کلاس آموزش زبان اختصاص میدیم که کاملا گویاست. Entitled themselves is not correct. Themselves. Claim. Exclusive. Ownership. No country can claim. To be perfect. In its human rights. Performing. Demanding. این آقا معلم نمیدونه که زرافه ولایت علاوه بر زبان انگلیسی فارسی هم درست نمیتونه حرف بزنه. طرف وزیر امور خارجه است، بعد به الهام علیوف میگه رحمان علیوف. البته جناب آقای رحمان علیوف رئیس جمهور آذربایجان برای اولین بار در 10-12 سال گذشته 2-3 روز پیش یک اظهارات منفی رو راجع به جمهوری اسلامی ایران بیان کرد. در پایان توجه شما رو به کلیپ کوتاهی از تکامل انسان جلب می‌کنیم که توسط هوش مصنوعی طراحی شده. ائتلاف و اتحاد و ملاقات سیاسی و کنفرانس به خودی خود مقولات بسیار جدی و وزینی هستند، اما وقتی پای بقایای شاه و عوامل شیخ به این عرصه باز میشه، اون وقت قضیه فرق میکنه. ائتلافشون میشه اتوبوس مجانی، اتحادشون میشه همه با من، ملاقات سیاسیشون میشه زد و بند، کنفرانسشون هم میشه شوی وزارت اطلاعات. بریم ببینیم همکارانمون در آفساید این هفته چگونه به این موضوعات نگاه کردن.
سلام. تور اروپایی اتوبوس مجانی رضا پهلوی که با تبلیغات نجومی رسانه‌های فارسی زبان وابسته پشتیبانی میشد، بالاخره تموم شد. در این سفر خیلی چیزها روشن شد، ولی اون چیزی که ما در این برنامه می‌خوایم روش متمرکز بشیم، وقایعی است که در حواشی این سفر به وجود اومد که برای ما مردم ایران واقعاً مورد نگرانی جدیه. ما چند نمونه رو در این برنامه با هم واکاوی می‌کنیم تا ببینیم که داستان چیه و چه اتفاقی داره میفته. ایستگاه اول این اتوبوس در مونیخ بود. اونجا 3 روز کنفرانس برگزار میشه و در روز سوم ما با صحنه‌ای مواجه میشیم که در بیرون سالن کنفرانس عده شاهپرست تجمعی شکل دادن و عکس‌های پرویز ثابتی سردشخیم ساواک رو بالا میبرن. 10 روز قبلش خود پرویز ثابتی در تظاهرات شاهپرستا تو آمریکا دیده شده بود که خیلی واکنش‌ها رو برانگیخته بود، ولی حالا عکسش در مونیخ در کنار عکس رضا پهلوی. خب این برای من ایرانی سیگنال خطرناکی میده. چرا؟ چون نشون میده که نه اون حضور ثابتی در اون تظاهرات اتفاقی بوده، نه اون انتشار عکسش اتفاقی بوده، بلکه برعکس نشون میده این خط مشخصیه که میخوان ادامه بدن. الان که حتما شنیدین تیشرت هایی با آرم ساواک رو توی آمازون به فروش گذاشتند. یعنی خطشون عادی کردن جنایت و زمینه سازی برای تکرار دیکتاتوری است. اینکه ساواک و ثابتی سمبل جنایت و شکنجه و قتل و کشتار هستند الان دیگه جای تردید نیست، به گواهی شاهدان بیشماری که از اون زمان هنوز زنده هستند. چون فقط که پرویز ثابتی زنده نمونده، اونهایی که توسط اون و ساواک تحت امر شکنجه شدن هم زنده هستند و جنایاتی رو تعریف میکنن که خیلی هاش در تلویزیون قابل گفتن نیست. تو گزارش عفو بین‌الملل در سال 1976 که به جنایات و شکنجه های ساواک با جزئیات اشاره کرده، از پرویز ثابتی به عنوان معاون رئیس ساواک اسم میبره. بعد رسانه های اون زمان هنوز سنداش هست. ببین این روزنامه های همون دوران شاه 7 آبان 57 که نوشته تعدادی از مقامات ساواک برکنار شدند. یکی از مهمترین چهره های برکنار شده پرویز ثابتی است. پس ببین منفوریت ساواک و شخص پرویز ثابتی در همون زمان شاه اونقدر زیاد بود که وقتی شاه دیکتاتور میخواست بگه صدای انقلاب مردم رو شنیدم، این مهره خودش رو قربانی کرد تا خودش رو در ببره. اول ثابتی رو برکنار کرد و بعد حکم ممنوع الخروج بودنش صادر شد. کی 13 آبان 57. البته چون ثابتی از این قضیه بو برده بود، قبل از اینکه برن سراغش از کشور فرار کرد و نصیری رو جا گذاشت. ولی بهتر از هر کسی خود ثابتی میدونه که چه جنایاتی کرده، چون 40 سال آفتابی نمیشد تا مثل آیشمن نرن سراغش و محاکمش کنند. خب عکس آیشمن دیکتاتوری شاه در تجمع طرفداران رضا پهلوی بلند میشه، ولی ما نمیبینیم که خود رضا پهلوی چنین چیزی رو محکوم کنه یا ازش فاصله بگیره، بلکه برعکس میبینیم که یکی از تبلیغاتچی‌های رضا پهلوی یعنی کاملیا انتخابی فرد رو میفرستن BBC تا این صحنه رو ماله‌کشی کنه و حتی شکنجه رو هم توجیه کنه. در مورد تصویر آقای ثابتی هم که در رسانه‌های اجتماعی پخش شد بعد از گرد همایی لس آنجلس، اونم به نظر من بی ضرر بود، به این خاطر که ایشون هم یه شهروندی هست مقیم یک کشوری و در یک تجمعی که علاقه‌مندی و دلبستگی بهش داشته به عنوان یه شهروند عادی شرکت کرده بوده.
این که بزرگنمایی و دوباره مطرح کردن ساواک، این به گمان من کار همون افرادی هست که داخل جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد حاشیه هستن. اما میتونم بگم که حضور آقای ثابتی به دعوت هیچ کدوم از گروه‌های سیاسی نبوده. همونطور گفتم به عنوان یک شهروند اومده بودن. ایشون هم نرفتن که پشت میکروفون بخوان سخنرانی بکنن که الان بخوایم شاهزاده پهلوی یا شهبانو فرح پاسخگو باشن. و هنوز هم من به عنوان یک شهروند ایرانی بر این باور هستم که امنیت ملی خیلی مهم هست برای هر کشوری و افرادی که ملیگرا هستند بدون اینکه وابستگی داشته باشن با اون سیستم پادشاهی، حکومتی یا جمهوری، باید منافع ملی رو در نظر بگیرن. برای مثال من داشتم با خودم چند روز پیش فکر می‌کردم در ایالات متحده آمریکا در مهد دموکراسی بعد از اینکه 11 سپتامبر اتفاق افتاد و تروریستا برج‌های مرکز تجارت جهانی مورد حمله قرار دادن، دیدیم که بسیاری از شهروندان خارجی که در افغانستان به جرم تروریست دستگیر شده بودن گوانتانامو اومدن. همه خاطرمون هست که یکی از شیوه‌های شکنجه به اسم واتربوردینگ یا همون غرق کردن مصنوعی چقدر جنجال به پا کرد. اما امنیت ملی پاش وسط بود. 3000 نفر کشته شده بودن در آمریکا. امروز نمیشه برگردیم به اون سیستم امنیت ملی آمریکا بگیم که چرا اینا رو مورد شکنجه قرار دادی. پاسخشون این هست که میخواستن اعترافاتی رو بگیرن که به امنیت ملی و شهروندان آمریکا کمک بکنن. این کاری بود که فکر می‌کنین ساواک انجام میداد. من خیلی کوچیک بودم متاسفانه اون زمان خاطرم نیست و اسناد هم به درستی بررسی نشده و نمیدونیم آیا این افرادی که تروریست بودن و به امنیت ملی ایران میخواستن لطمه وارد بکنن واقعا مورد چه شکنجه‌ای قرار گرفته بودن. در مورد سوابق کاملیا انتخابی فرد همین کافیه بگیم که قاسم چکش مثبته، یعنی تو سابقهش دفاع از پاسدار سلیمانی رو داره. توی مقالاتش هم از سلیمانی دفاع کرده. با احمدی نژاد چرخیده و روابط نزدیکی با اون داشته و داره. امروز هم برای سلطنت و رضا پهلوی توی رسانه‌ای که بهش دادن تبلیغات مشمئز کننده‌ای میکنه. خب یه همچین فردی میاد از حضور و عکس پرویز ثابتی دفاع میکنه و جنایاتش رو مالکشی میکنه. ولی همونطور که گفتم خود رضا پهلوی نه تنها از این فضاحت فاصله نگرفت، بلکه معلوم شد که ایشون خودش با پرویز ثابتی رابطه داره. چند سال پیش که ازش یک بار در همین رابطه سوال کردن اینطور جواب داد. خارج شدید هیچ ارتباطی با پرویز ثابتی داشتید یا نه؟ من یک بار توی جلسه ایشون رو دیده بودم در یه محفلی و یکی دو بارم یک گزارشاتی بود که یعنی اطلاعاتی بود که زمان جنگ در خصوص اون اوایل از طریق ایشون مراجعه شده بود که به من اطلاع داده شد. فعلا ایشون جزو کادر من نیستن. همونطور که میبینید نه تنها رابطه داشتن با پرویز ثابتی رو رد نمیکنه، بلکه یه جوری گردش میکنه و میگه چند بارم همدیگه رو این منور دیدیم. حالا چرا رابطش با پرویز ثابتی رو نمیتونه انکار کنه؟ چون برخی از نزدیکانش این موضوع رو به رسانه‌ها درز دادند، مثل آقای انصاری که سالیان از مشاوران نزدیک رضا پهلوی بوده. بعد من دیگه از ایشون خبری نداشتیم تا همین که مسئله پول CIA پیش آمد، همین که مسئله‌ای که براتون شرح. در همون موقع به من گفته شد که از این $150,000 باید $50,000 رو یعنی CIA شرط کرده بود که آقای پهلوی باید به آقای پرویز ثابتی بده در ماه. و آقای پرویز ثابتی هم تا اونجایی که من شنیدم این پول رو بین اعضای ساواک که ایشون قبلی ساواک یا افراد دیگری که فکر میکرد در ایران صاحب نفوذ و رفت آمد هستن پخش کرده بود که بتونن اطلاعاتی از ایران. یعنی این پولی که میدادن از اون نمیخواستن که بیلان پس بده که این پولو به کیا دادید، چقدر دادید؟ نمیدونم. و این پول داده شده بود، یعنی CIA با آقای رضا پهلوی شرط کرده بود که $50,000 از این پول در ماه باید به آقای ثابتی داده بشه و آقای ثابتی هم این پول رو برای گرفتن اطلاعات از ایران برای کارهای سیاسی آقای پهلوی و حتما اطلاعاتش هم به CIA داده میشد، یعنی من فرض میگیرم دیگه، خرج میکرد. و ایشون میامد به زمانی که آقای رضا پهلوی در کنتیکت بود، ایشون میامد و آقای رضا پهلوی رو میدید، ولی من دیگه جلو نمیرفتم چون من به کار سیاسی آقای پهلوی کاری نداشتم.
پس اینکه رضا پهلوی روابطی با پرویز ثابتی داشته موضوع پنهانی نیست و قبلا هم بهش اشاره شده. اخیراً هم نمونه‌های دیگری رو شد. مثلا آقای مشیری که یک مورخ هست و در این رابطه نکات جالبی میگه. متاسفم که بگم خدمت هموطنان، وزیر فرهنگ سابق میشناسینش چون از من خواست که با اسم من نیاریم گفت فلانی میخوام به شما یه چیزی بگم. گفتم که بفرمایید. به شرطی که نام من نبرید. گفتم بفرمایید. 3 بار من رفتم دیدن شازده رضا پهلوی. ثابتی اونجا بود. من یکی متحیرن متعجبا گوش کردم به حرف. یعنی آیشمنی که زنده بدون محاکمه، میدانید که اون بچه‌های ما ایران رو از زندان چیز کردن، دستا اینا رو بستن، شبانه بردن در این تپه‌های شمال تهران. مشهور است که ثابتی گفته بود هممون با هم شلیک میکنیم و اینا رو کشتن. این یکی از کارهای ثابتی بوده. اینقدر جنایت که این مرد کرده کسی نکرده. این آقای به نظر من، این شاهزاده رضا بایستی بیاد و تکلیف خودش رو با این آدم روشن کنه. پس یکی از ماجراهای حواشی این سفر اروپایی استفاده از پرچم ساواک و عکس ثابتی در تجمعات شاهپرستای طرفدار رضا پهلوی بود که خودش هم تا به حال هیچ موضعی در این رابطه نگرفته. یک ایستگاه دیگه این سفر مسافران اتوبوس مجانی شازده تظاهرات بروکسل بود. در تظاهرات بروکسل یک گام پیشروی کردند و شاهد حملات فیزیکی چماقداران سلطنت به ایرانیان آزاده‌ای بودیم که شعارهایی میدادند که مورد پسند اینها قرار نداشت. یک نمونهش حمله به آقای حسن حبیبی بود از هواداران مجاهدین در جریان تظاهرات بروکسل که منجر به بیهوشی وی شد و ایشون راهی بیمارستان شدند. فیلم صحنه موجوده. در تصویر اول مشاهده می‌کنیم که یک نفر تلاش می‌کنه پلاکاردی رو از دست آقای حبیبی بگیره که روش نوشته نه تاج و نه عمامه، آخوند کارش تمامه. در همین تصویر میشنویم که بعضی افراد داد میزنن که نزن. پس معلومه که اونجا افرادی دارن تلاش میکنن ایشون رو بزنن. حالا با چی معلوم نیست، با میل پرچم، چوب، چماق، چی مشخص نیست. ولی در فیلمی که از زاویه دیگه گرفته شده معلوم میشه که این فرد با این میل پرچم داشته آقای حبیبی رو میزده. در تصویر بعد مشاهده میکنیم که عینک ایشون رو هم دزدیدن که هموطنی که این فیلم رو گرفته و همونجا بوده این رو نوشته. آقا عینکمو کی برداشت؟ عینک منو کی برداشت؟ شکنجه هم میتونید بکنید، اونم خوبه شکنجه. در فیلم دیگری هم که از کمی دورتر گرفته شده میشه دید که چند شاهپرست با الگو برداری از پرویز ثابتی آقای حبیبی رو نشون میکنن و اون رو به زور از صحنه بیرون میکشند. این فرد که در بالا ایستاده و مثلا جزو انتظاماته کیه؟ این فرد اسمش یاور علی آرامیه و از طرفداران قدیمی پهلویه. در سال 2009 عکس داره با مهد اولیا و با شال سبزش خودش رو هم جزو فعالان جنبش سبز میدونسته.
توی این تجمعات اخیر هم با مسافرین اتوبوس مجانی عکس یاد گرفته و خودش هم در برابر یک سری سلطنت طلب‌های دیگه از این کارش دفاع میکنه. خانم مسیح امروز کنار شاهزاده ما وایستادند و اگر ایشون کنار شاهزاده وامیستند قطعاً ایشون قابل تایید شاهزاده هستند و پس منم این کارو به خودم اجازه میدم. حالا این فرد شاهپرست بعد از اینکه این ماجرا خیلی سر و صدا کرد و اسمش به عنوان چماقدار سلطنت همه جا مطرح شد که زده یک نفر رو توی تظاهرات بیمارستانی کرده، اومد برای دربردن خودش یک کلیپ پر کرد پر از اتهام و دروغ تا خودش رو سفید سازی کنه. شما در این روزها ویدیوهایی رو میبینید از من که دارم به یک شخص مسنی اشاره میکنم و با کمک پلیس اون شخص رو از تجمع میکشیم بیرون. ایشون آقای حسن حبیبی هستند، از فعالین قدیمی مجاهدین خلق. ایشون اون وسط شروع کردن به فحاشیگری و پرچم عزیز شیر و خورشید رو به پایین کشیدن و به یک ایران دخ رو هل دادند و به شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر مشغول شدند. این قطعاً باعث این میشد اگر ما همچین حرکتی رو نمی کردیم، قطعاً باعث این میشد که احساسات به منطق غلبه بکنه و اونجا یک درگیری به وجود بیاد که این درگیری باعث میشد چندین نفر زخمی بشند و اگر زخمی میشدند به هیچ عنوان پلیس امنیتی اروپا دیگه به ما اجازه همچین تجمع پرشکوهی رو نمیداد. خوشحالم که تونستم جلوگیری بکنم. یه بار دیگه فیلم اصلی رو ببینیم. همونطور که در این فیلم مشاهده میکنید اصلا هیچ پرچم این دور و بر نیست که کسی بخواد اون رو پایین بکشه. ضمن اینکه پرچم شیر و خورشید پرچم شورای ملی مقاومت هم هست و کسی با پرچم شیر و خورشید مشکلی نداره. در مورد هل دادن هم برعکس یه نفر دیگه داره آقای حبیبی رو هل میده که توی فیلم هم واضحه. پس موضوع اصلی شعار مرگ بر ستمگره که طرفداران پهلوی رو از ضامن خارج کرده و خود این یاور علی هم داره اعتراف میکنه که این جماعت در برابر این شعار احساساتشون بر منطقشون غلبه میکنه و دیگه کاری ندارن که اینجا اروپاست، جلوی اتحادیه اروپاست و یک چیزی به اسم آزادی بیان اینجا وجود داره. خودش هم میگه بعدش دیگه قابل کنترل نیست و این چماقدارای بی منطق خون و خونریزی راه خواهند انداخت. پس ببین تا همینجا اعتراف کردی که شما یه شعار نه به تاج و نه به عمامه رو نمیتونی تحمل کنی. داره شعار علیه مفهوم ستمگری میده، علیه مفهوم دیکتاتوری میده، داره علیه سمبول‌های دیکتاتوری که توی ایران تجربه کردیم شعار میده، ولی پاسخ این شعار رو با خشونت میدی. اونم کجا؟ تظاهرات که مال یک گروه خاص نبوده. فراخوانش گفته هر کسی که خواهان قرار دادن سپاه تو لیست تروریستی بیاد، اونم اومده. ولی توی صحنه وقتی با شعاری که باب تبعیض نیست مواجه میشی، کارت به بیهوش کردن نفر میرسه. پس تا اینجا کی قوانین دموکراسی رو بلد نیست؟ کی نمیتونه عقاید مخالف خودش رو تحمل کنه؟ مردم ببینید که سلطنت طلبان که دارن تو قلب اروپا بذر دیکتاتوری میکارند. حالا ادامه تصویر رو ببینید. و میگه گرد کنید دورش رو، یعنی محاصرش کنید و بیارینش بیرون. در حالی که بعضی از هموطنان اعتراض میکنن که برای چی این رو میبرید؟ اونا زدنش. برای کسانی که برای اتحاد ما نقشه کشیدن. بذارید ازتون یه سوال بپرسم. عینکمو برداشتم. این چرا تمومش کنه؟ اینا میزنن. اینا میزنن. آقا اینا میزنن. تقصیرشون که نیست. اینا اگه میکشه پای ما هم میکشیم پایین.
آقا اینا کتک زدن منو، تو سرم زدن. آقا ببین بزنم ببین توش کمم بگو آروم بشه میارم اینشمو بده اونو بر نداریم ببین مشت تجگر دیدم مشت تجگر دیدم چشمای شکنده چرا میشتاسم چشمای شکنده یاران میشتاسم بله ببینید که همین یاور علی آقای حبیبی رو نشون میده و میگه بیارینش و بعد وقتی داره به زور اون رو بیرون میکشه پاهاش رو بلند میکنن و یک دفعه سرش میره پایین و این یاور علی هم خم میشه روش. حالا اینکه اونجا سر ایشون به جایی خورده یا نه معلوم نیست، چون توی گواهی پزشکی بیمارستان علت بیهوشی رو نوشته شوک مغزی و ضربه به استخوان پایینی جمجمه. از حالت یاور علی قشنگ معلومه که خودش هم متوجه شده که خراب کرده، چون چند بار که صدا میکنه میبینه که دیگه آقای حبیبی اینجا بیهوش شده و نمیتونه بلند شه. یاور علی که میبینه اوضاع خیلی خراب شده علامت میده که یک نفر امدادگر بیاد و میبینیم که امدادگر سریع خودش رو میرسونه و یاور علی که میدونه چه افتضاحی به بار آورده اولین نفری که از صحنه خارج میشه. همونطور که میبینید در حالی که آقای حبیبی بیهوش اونجا افتاده ولی یاور علی که این صحنه رو ایجاد کرده داره آروم از اون گوشه جیم میشه و در میره و بعد یک سری دیگه از هموطنان آقای حبیبی رو بلند میکنن و میبرن به آمبولانس. پس این یه نمونه از اقدامات شاه پرستا در تظاهرات خارج از کشور، یعنی اینم دموکراسی با سس فاشیسم سلطنتی. حالا اینو داشته باشید یه نمونه دیگر رو هم بررسی کنیم. در همین تظاهرات بروکسل تو همین افرادی که به اصطلاح انتظامات تظاهرات بودن یک کم میریم اون طرفتر ببینیم چی پیدا میشه. بله، مزدور شناخته شده وزارت اطلاعات غفور فتاحیان در لباس انتظامات. و بعد نکته جالب این که در همین عکس مأمور اطلاعات غفور فتاحیان رو دست در دست یکی از همون کسانی میبینیم که در صحنه حمله به آقای حسن حبیبی تلاش میکرد به شکل وحشیانه‌ای پلاکارد نتاج و نعمامه رو از دست آقای حبیبی به زور بیرون بکشه. این زنان حقیرند. بله، همین آقا با همین بازوبند اینجا دست در دست مأمور اطلاعات غفور فتاحیان، کسی که بارها از طرف مقاومت ایران افشا شده و روابطش با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی محرزه، ولی میبینیم که اینجا در صف حفاظت از شخصیت‌ها جلوی صف داره حرکت میکنه. یعنی رژیم تا اینجا تو اینا نفوذ کرده. همونطور که قبلا در سایت‌های مقاومت افشا شده، غفور فتاحیان در سال 88 در اشرف خودش رو به نیروهای عراقی تحت امر رژیم تسلیم کرد و خیلی زود به خدمت سفارت رژیم در بغداد در اومد. از اونجا در آبان 88 توسط سفارت رژیم به فرانسه اعزام شد تا در شوهای سفارشی رژیم علیه مجاهدین شرکت کنه. شوهایی که فقط در تلویزیون رژیم انعکاس پیدا می‌کرد. منافقین را از خاک فرانسه اخراج کنید. این شعار جدا شدگان از گروهک تروریستی منافقین در میدان شتله پاریس بود. تظاهر کنندگان با انعکاس عکس‌های از
عمل تروریستی منافقین حمایت دولت فرانسه را از تروریسم محکوم کردند. این فرد در بسیاری از برنامه‌های مزدوران رژیم علیه مجاهدین حضور فعال داشته. در نامه‌نگاری‌ها به دولت مالکی برای تقدیر از حمله به مجاهدین، یا نامه‌نگاری به دولت آلبانی برای دفاع از مزدوران رژیم در آلبانی، و چنین فردی امروز در انتظامات این تظاهرات دیده میشه، هم در پاریس و هم در بلژیک. در جای دیگه در کنار سعید امینی دیده میشه که اون هم از عوامل لو رفته سفارت رژیم در پاریسه. سعید امینی کسیه که ارتباطات مشکوکی با سفارت رژیم داشته و سالها با یک شرکت پوششی و زیر نظارت رژیم نفر به ایران می برده که طبق افشاگری هایی که علیه اون شده از این طریق امکان مناسبی رو برای تردد مأموران اطلاعات و پرستوهای رژیم فراهم کرده. در تظاهرات های اخیر هموطنانمون در پاریس هم مأموریتش جمع‌آوری اطلاعات از پناهندگان و مخالفان رژیم و تخریب چهره مجاهدین بوده. اون کسیه که در یکی از تظاهرات های پاریس تلاش کرد هدف تظاهرات رو به جای اینکه علیه رژیم باشه به سمت مجاهدین ببره که این موضوع هم توسط هموطنانمون افشا شده. یعنی خیلی بی‌قافیه نیست که غفور فتاحیان در کنار سعید امینی دیده میشه. از دیگر اقدامات شاهپرستا در این تظاهرات‌های حواشی تور اروپایی اتوبوس مجانی رضا پهلوی ربودن و مصادره کردن تظاهرات‌ها بود که این هم در شبکه اجتماعی بازتاب زیادی داشت، طوری که حتی به اعضای این به اصطلاح ائتلاف 8 نفره خودشون هم رحم نکردند. در این تور اروپایی معلوم شد که اون به اصطلاح ائتلافی که تو جورج تاون اعلام شد در عمل مصادره شد به سیرک جاوید شاه و کینگ رضا پهلوی. فاشیست های سلطنت طلب با این رفتار قلدرمآبانه‌شون تلاش کردند تظاهرات هایی که تا به حال همه مردم فقط برای حمایت از قیام مردم تو شرکت می‌کردند رو به اسم خودشون بزنند که این رفتارشون هم خیلی از هموطنانمون رو از شرکت در این تظاهرات ها دلسرد کرد. اصلا تصورم این نبود که بخوان یه گروهی کلن همه چی رو دست خودشون بگیرن. من نمیدونم شماها به قول بعضیا سایبری هستین توی مراسم شرکت کردین. یه عده به من میگفتن الان یه تیکه هایشو براتون میذارم درگیریایی که ایجاد شده بود. آقا چونه در میاد بگو جاوید چاکا همین الان بگو همین الان بگو. یه عده گفتن نه اینا سایبری هستن. خب این آقایی که اون بالای استیج هست اعلام میکنه که دوستان مطالبی که دارن میگن همش بر حول یک محور میچرخه. ما طرفداران سامانه پادشاهی، طرفداران شاهزاده رضا پهلوی، شاه آینده ایران، شاه آینده نه، شاه همین الان ایران. کی به شما اجازه داده که از قول من یک نفر صحبت کنی؟ من هیچ تفاوتی بین حکومت دیکتاتوری آخوندی و رفتاری که شما دارین انجام میدین نمیبینم. این رفتارا جز این که اتحاد و همدلی که ما تا حالا داشتیم از بین ببره هیچ سود دیگه به نظر من نداره. ایران شده آماده فرمان بده شاهزاده. ایران شده آماده. میگفت همه شماها به عشق آقای پهلوی اومدین. نه، شما نمیتونی از طرف همه ماها حرف بزنین. خیلی از ماها اونجا بودیم که اصلا جرئت نمیکردیم حرف بزنیم. ما همه خون ندادیم که بخواد آخرش دوباره به همون راهی که قبلا بوده تبدیل بشه، از این دیکتاتوری به اون دیکتاتوری. اگه شما فکر میکنین یه اسمش دیکتاتوری نیست، اون چیزی که من امروز تو این همایش دیدم، تو این گرد همای ایرانیان دیدم، چیزی جز دیکتاتوری و کنترل عقاید بقیه نبود. و شما نمیتونی اینجا توی کشور آزاد زندگی کنی ولی بری اون بالا بگی همه مردم میخوان که
شاه به ما بگه که چیکار کنیم چیکار نکنیم. دوران دیکتاتوری قرار به پایان برسه. انقدر اعصابم خورده نمیدونم چی بگم. نمونه های مشابه این سخنان رو برخی دیگه از کاربران هم در توییتر منعکس کردند. مثل اینجا که یک کاربر خطاب به رضا پهلوی نوشته: اوایل تصاویر هیچ فرد سیاسی زنده‌ای جز جانباختگان این انقلاب نبود، اما سردادن شعارهای جاوید شاه و گرفتن عکس شما که در اوایل اعتراضات ابداً دیده نمیشد به طرز غیرعادی بالا رفته و به دنبال آن برخوردهای فیزیکی پرریسکی ایجاد شده که برای یه رهگذر خارجی یا روزنامه نگاران ابداً قابل تحمل نیست. قشر خاکستری که همیشه از جان و دل در این اعتراضات شرکت میکرد به همین دلیل خود را از تظاهرات‌های جدید دور می‌کند. افراد زیادی را می‌شناسم که این اواخر دیگر میلی به حضور ندارند، چون فکر می‌کنند حضورشان به نام یک نفر و با عکس یک نفر مصادره می‌شود. یا اینجا یک کاربر دیگه نوشته: اکثریت مردم نمیخوان کنار پوسترهای انتخاباتی پهلوی باشن. خود من تا وقتی این شو تبلیغاتی تموم نشه در هیچ تجمعی با مدیریت سلطنت طلبها شرکت نمی‌کنم. حضور من در هر تجمعی فقط برای آزادی ایرانه، نه حمایت از فرزند شاه سابق. یا در همین تظاهرات بروکسل برخی از شاهدان صحنه ضرب و شتم آقای حسن حبیبی نحوه مصادره تظاهرات توسط سلطنت طلبها رو اینطور شرح دادند: اعضای سکیوریتی از همه احزاب و گروه ها بودند، ولی این قسمت رو فکر کنم به طرفداران سلطنت سپرده بودند. تو پخش زنده که دقت کرده بودم ظاهرا صفای اولیه رو سپردن دست این افراد. اونایی هم که جلوی دوربین بودن همه عکس رضا پهلوی رو داشتن. اون دسته که عکس‌ها رو در دست داشت در طول مسیر حضور نداشت. وقتی ما اونجا رسیدیم اونا از قبل اونجا بودن. آفرین، دقیقاً. وقتی دیدم یه صحنه قبل شروع مراسم دوربین رفت سمت اونا تعجب کردم که چرا قبل اینکه مسیح و بقیه بیان اینا جلوی سن وایسادن. اینها نمونه ای از نتیجه عملکرد جماعت شاهپرست دوروبر رضا پهلویه که اینجوری داره بذر تفرقه رو به سود رژیم در میان نیروهای مخالف رژیم میپراکنه. آخرین پرده این تور اروپایی در پارلمان اروپا رقم خورد که اونجا دیگه طرفداران سلطنت بزرگترین فاجعه خودزنی رو ایجاد کردند. Ladies and gentlemen, do you hear me well? No. All right. I turned on 2 mics, so. It's functioning. They can use it. Okay. If they don't hear it. این جماعت که ظاهراً اولین بارشون بود که پاشون به پارلمان اروپا رسیده بود، اصلا حالیشون نبود که اینجا سالن کنفرانس پارلمان اروپا است. اینجا محل گفتگو بین افراد متمدن و تعامل بین افکاره و به اصطلاح قراره که نمایندگان پارلمان با افکار مختلف آشنا بشن و از طرف دیگه هم نمایندگان پارلمان اروپا به این جلسه محل نذاشتند و کلاً از بالای 700 نماینده پارلمان اروپا فقط 3 نفر شرکت کردند که 2 نفرشون میزبان جلسه بودند. در نتیجه این جماعت تازه به دوران رسیده که انگار یه سالن خالی گیر آورده بودند شروع کردند به تکتیر گفتن جاوید شاه و کینگ رضا پهلوی. همونطوری که ملاحظه میکنید اینجا یکی از سالن‌های کنفرانس پارلمان اروپا است، ولی اثری از نمایندگان پارلمان اروپا دیده نمیشه و به جاش نفرات خودشون اومدن دارن اینجا شعار میدن. بعد یکیشون ظاهرا طبق برنامه میره جلو کنار رضا پهلوی وای میسته با حرکت هایل هیتلر شعار جاوید شاه میده که از تصویر هم پیداست که رضا پهلوی قند تو دلش آب میشه. این فرد که خودش از انجام این کار خیلی به وجد اومده و از طرف حضار در صحنه هم تشویق میشه
همین حرکت خودش رو با این جمله توییت میکنه: در حضور شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان اروپا آنچه در دل داشتم را فریاد زدم. حالا این آقا کیه؟ مسعود باباپور در انتخابات سال 1396 از طرفداران پرشور روحانی بوده و با همین شیوه تا پای جان از روحانی حمایت میکرده. تا آخر پای حمایتمون از روحانی هستیم. توهین به رئیس جمهور توهین به اکثریت مردم است. روحانی تنها نیست. بی قید و شرط با تمام توان اما مطالبه محور از رئیس جمهور مدرن آقای روحانی حمایت خواهیم کرد. حالا یه همچین آدمی شده آجیتاتور رضا پهلوی که این صحنه رو رقم زد و با افتخارم توییتش کرد. شما بری زیر این توییت دیگه بد و بیراهی نیست که مردم به این حرکت نگفته باشند. چقدر بیشعور و فرومایه! چرا در رابطه با اطلاعاتی که راجع به حمایتات از روباه بنفش و رئیس جمهور امنیتی رژیم بچه‌کش منتشر شده پاسخ نمیدی؟ این سبکمغز کلاً تو کار فریاد زدن هستش. براشم فرقی نمیکنه که برای رضا پهلوی شیاد فریاد بزنه یا برای آخوند روحانی. خاک بر سر خرت کنن. آبرومونو تو پارلمان اروپا بردی. امیدوارم آدم درست حسابی از پارلمان نیومده باشن برای اون جلسه. هیچ کس نبود، خیالت راحت. فقط پروپاگاندا رو پهلویچیا بلدن. بابا اینجا پارلمان اروپا است، مگه سر کوچه است؟ یه ذره کلاس هم خوب چیزیه که البته از شعبون بی مخاب به دور. اطلاعاتی دیروز یا یاور عربده‌کش پهلوی امروز. چطور پارلمان اروپا را به چاله میدون تبدیل کنیم به روایت تصویر؟ طرفدار رضا پهلوی نیستم و نخواهم بود، اما اگه طرفدارش هم بودم با دیدن شما دهنگشادهای بیمخ در اطرافش قطعا مخالفش میشدم. حال پهلوی، فقط اون آخرش که آرپی دست زد رضایت ارباب نسبت به شما نوکر و چاپلوسش رو نشون داد. برو خوشحال باش که این ماه درست حسابی حقوق میگیری. فالانژ نازیست بودن ربطی به زبان و مرز و محدوده نداره. در رکاب روحانی بنفش یا پهلوی فیروزه عمل یکیه. خب این فاجعه‌ای بود که در انتهای تور اروپایی رضا پهلوی رقم خورد. هرچند که رسانه‌های وابسته که قدم به قدم این جریان رو دنبال می‌کردند تا همه چیز رو طوری آب و تاب بدن که انگار یک اتفاق جدیدی در صحنه اپوزیسیون مخالف رژیم داره رقم می‌خوره، ولی بی‌اعتنایی کامل نمایندگان و احزاب اروپایی در پارلمان اروپا به این شوی جاوید شاه نشون داد که حتی با ضرب و زور رسانه‌ای هم نمیشه یه شبه از هیچی یه آلترناتیو سرهم کرد. به طور خاص در پارلمان اروپا این قضیه یه مقدار فرق میکنه، چون نمایندگان پارلمان اروپا از اپوزیسیون ایران و برگزاری جلساتی در حمایت از خواسته های مردم ایران خاطرات دیگری هم دارند. در این رابطه چند تا تصویر ببینیم که ازتون میخوام بدون تعصب و بدون پیش داوری فقط این تصاویر رو نگاه کنید تا ببینید که نمایندگان پارلمان اروپا چه خاطراتی از اپوزیسیون ایران در ذهن دارند.
خب این فقط بخش کوچکی از فعالیت‌های اپوزیسیون اصلی، منسجم و سازمان یافته این رژیم در سالیان گذشته است که الان تصاویر رو ازش دیدیم. پس اگر می‌بینید که امروز نمایندگان پارلمان اروپا روشون رو برمیگردونن از رضا پهلوی و یا بایکوتش میکنند، علتش اینه که اونها طرف مقابلشون رو همیشه ارزیابی میکنند. تشخیص میدن که کی دنبال فرصت طلبیه و کی میخواد بهشون کلک بزنه و هر روز و هر جا خودش رو به یک رنگی در میاره و کی داره صادقانه همون چیزی که هست رو ارائه میکنه. اونا میبینن که کی دور و بریاش قبلا طرفدار روحانی و احمدی نژاد بوده یا با اطلاعات رژیم بوده یا با ساواک بوده و چه کسی دور و بریاش 40 ساله که دارن هزینه میدن و خون میدن. در همین پارلمان اروپا بسیاری به یاد دارن روزهایی رو که مجاهدین در اشرف و لیبرتی زیر حملات عوامل قاسم سلیمانی داشتند شهید دادند، اعتصاب غذا میکردند، گروگانگیری داشتند و در همه قیامهای مردم ایران در سالهای 88، 96، 98 اولین کسانی بودند که خواسته های مردم و قیام رو روی میز می آوردند. تاریخ این 40 سال رو باید در تک تک روزهای همون سالها نوشت و نمیشه با یک تور مسافرتی و چند تا گزارش تبلیغاتی اون تاریخ 40 ساله رو با این شوی موسیقی جایگزین کرد. تاریخ نوشته شده رو نمیشه پاک کرد. با سانسور این تاریخ و تبلیغات نجومی شاید بشه چشمهای سطحی نگر رو برای مدتی پر کرد، ولی به محض اینکه هر کسی کمی تحقیق کنه و از سطح به عمق بره به این تاریخچه میرسه و متوجه میشه که اون تبلیغات گوش کر کن فقط کف روی آبه که به سادگی کنار میده. وقت بخیر و خدا نگهدار. قد همو نبردم داریم نفله میشیم ازم موشک دوره بگردم اگه روزی واسه روسی موشک درمانی کردم نشد چاره دردم موشک دوره بگردم من دوره بگردم امشب زده به سرم با یه موشک بپرم دوره بگردم ملت تو خیابونن ما رو میترکونن افقی از کوچه برمیگردن دوره بگردم موشکام نرفته برمیگردن دوره بگردم بازی راکس هسته‌ای کلاهکی روی سرت میذارم ولی هسته رو ندارم هی میخوام قپی بیام تو اوج اقتدارم کیلو کیلو بز میارم موشکم فکر نکنم بیاد بکارم امشب زده به سرم دل عظما رو ببرم دوره بگردم علی حاجی زاده دایی هوافضای نظام
هلو چطوری شب در قولی؟ روبرا نیستم شاقلی، نگران جسم ناقص اربابم. آخه من بدون ارباب چه خاکی تو سرم بریزم؟ ای بابا گور بابای اربابت. ارباب فقط ارباب خودم، لامصلب خارجیه. همه رو ول کن، فقط تیپشو بچسب. ارباب تو شست پای ارباب منم نیست. ارباب من ساده زیسته، همیشه برام روزه میخونه، آزارش به مورچه هم نمیرسه. بابا عجب خری هستی تو. ارباب تو که بابای همه رو در آورده. اگه ارباب من بیاد همه خرا اسب میشن، همه توی اونجا خرقش میزنی. زرش سنار بده آش به همین خیال باش. معلوم اربابت با 4 تا یونج فرنگی حسابی خرت کرده. آها شب در قولی، حرف دهنتو بفهمو. یه جفتک ملوکانه میام باسد که هم نونت بشم آبتا. بابا ارباب تو فقط با چوب و دگنک سر پاس. هر کی گفت جسد تو خودتو بنداز وسط. تو یکی نمیخواد چوب ارباب من رو روم بیاری. ارباب تو هم همین کار است. نذار دهنم باز بشه از اون شلاقاش بگم. برو عمو. آره اربابم شلاق میزنه، خوب میکنه که میزنه. اگه نزنه که ما خرا کار نمیکنیم که. اصلا ارباب واسه همین درست کردن که ما رو بزنه. راست میگی دادا، تا نباشد چوب تر فرمان نگیرد گاو و خر. ببین میگم شب در قولی، الان که خوب فکر میکنم میبینم اربابای ما با هم رفیقن، عین همن. حالا که اینطوریه ناقلا چرا ما با هم رفیق نباشیم ها؟ راست میگی ها، دو جورش یه جوره. اصلا ارباب من و تو نداره که. آره ارباب جفت اون عشقه. راستی شب در قولی جون، من نمیفهمم چجوریه که بعضیا میگن ما ارباب نمیخوان، اصلا تو کتم نمیره. آخه چجوری میشه؟ ولش کن اونا رو، اونا که اصلا خر نیستن. راست میگی جون تو، اصلا بویی از خریت نبردن. بیا بریم یونجه رو بزنیم به بدن، واسه اربابامون ارعر کنیم. با گرمترین و صمیمانه ترین سلام ها به همه شما بینندگان عزیز و همراهان پیک شادی، کامنت این هفته رو تقدیم حضورتون میکنم. من هم سلام عرض میکنم و امیدوارم که کامنت این هفتهمون هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بابک از اول برنامه تا همین لحظه چند تا نفس کشیدی؟ والا من هیچ موقع نفسامو نمیشمونم، مثلا اینکه مهمه مگه؟ چون همش باید بشمونم دیگه. اختیار دارین. همین الان تو تهران پدافند آخوندان نشسته داره نفسای من و شما رو میشماره، دونه دونه‌شو رصد میکنه، همه چی هم دستشه. نگاه کن. میخوام اینو نوید رو بدم که الان نفسهای دشمن رو ما تو خونه هاشون میتونیم رصد بکنیم با این امکانات و تجهیزاتی که الحمدلله رب العالمین در اختیار داریم. در بحث کرونا یاب و زلزله یاب کم بود، نفس شمار دشمنان نظام هم اضافه شد. یعنی ببین انقدر تجهیزات پیشرفته دارن، پشه رو هوا نعل میکنن، همه چی هم دستشونن. شما این خبرها رو ببین، دستگیری 6 نفر از عوامل آتش زدن مصلای فردی است. دستگیری عامل آتش زدن بیت امام جمعه یزد در کمتر از 24 ساعت. آتش زدن مسجد جامع بندرانزلی، عاملان بازداشت شدن. یعنی این همه رو 2 سوته دستگیر کردن، اما بعد از گذشت بیش از 3 ماه از مسموم شدن این همه دختر دانش آموز در سراسر ایران هنوز که هنوز سرنخی ندارن. اینم حرف وزیر کشورشونه. صحت داره آیا افرادی دستگیر شدن در رابطه با این موضوع؟ نه، ببینید خبرهای مختلفی داده میشه که اینها همش کذبه. اول میگه چی؟ میگه کذبه. نه ببین پاسدار وحیدی داره شکست نفسی میکنه، اتفاقا گرفتن، عامل اصلی هم گرفتن، دستگیر کردن طرفو. چی هست؟ عامل اصلی راننده تانکر بوده، دستگیرش کردن تا یک عملیات چند وجهی، آوردنش تو تلویزیون خامنه‌ای اعتراف کرده، سیر تا بیاد قضیه رو گفته. بله. خب پس ببینیم چیه داستان. خودروتو کجا پارک کردی؟ من راست اون آپارتمان پشت مدرسه است. و بار خودرو چی بود؟ بار نفتا بوده، خالی کرده بودم و تای نفتا یه مقدار تای مغزلا مونده بوده. نفتا چیه؟ یه مقدار از جزئیات این ماده مواد پتروشیمیه، آتش‌زا. میدونستی که سمیه یا خیر؟ سمیشو نمیدونستم ولی خطرناکه، مواد آتش‌زا. چی کار کردی که این گاز منتشر شد؟ من این کاری نکردم، فقط دریچه‌های تانکو نبسته بودم.
یعنی این همه مدرسه تو سراسر ایران این فقط با همین تانکرش رفته مسموم کرده؟ آره دیگه، سم و بار تانکر میزده، تانکر شهر به شهر میچرخیده، یه جا میایستاده، درا رو باز میکرده. سمم طوری ولایی تنظیم کرده بودن، تربیت کرده بودن، فقط سمت مدارس میرفته، هیچ موقع نمیرفته سمت پادگان سپاه، پایگاه بسیج، حوزه علمیه، نماز جمعه، فقط سمت دشمنای نظام، یعنی همه مردم ایران منهای آخونده و فک فامیلاشون اینجوری تربیت کرده بودن سمو. خب بعد این همه سمو از کجا برداشته آورده این؟ دشمنای نظام داده بودن دیگه. یعنی دشمنای نظام تو روز روشن سمو دادن به این بار تانکر زده، از این مدرسه به اون مدرسه در پنجره ها رو باز کن. دقیقا. بعد این همه نیروی نظامی و امنیتی و این حرفا هیچ کدوم نفهمیدن؟ نه ببین این که نفهمیدن، چرا نفهمیدن؟ چون سم تو ماشین بوده، راه رنده نفس نمیکشیده چون مسموم میشده. نفس که نمیکشیده، اون نفس شماره اون پاسداره ردیابی نمیکرده. یعنی اون پاسداره اصلا کاری به سم و اینا نداره، دنبال نفسه. بله نفس هم که نکشی. یعنی کل ایران هم که دورزه نفس نکشیده. یعنی واقعا هیچ وقت اینطوری آانه نشده بود. خب بابک نوبتی هم باشه، نوبت قطار پیشرفت رئیسیه. بریم ببینیم آخوند رئیسی درباره آخرین آمار کاهش بیکاری چی میگه. خوشبختانه آماری که ما داریم با 8.9% که امروز 8.2% شده، یعنی 7% آمار بیکاری در کشور کاهش پیدا کرده و این قابل توجهه که بیکاری رو به کاهش در کشور. آمار نشون میده که اشتغال افزایش پیدا کرده. این چی شد؟ 8.9%؟ بعد چجوری از اون 10% رسید به 7%؟ نفهمیدم من. ببین این تیکه‌ای که رئیسی راجع به ریاضیات صحبت کرد، بلایی به سر ریاضیات آورد که هیتلر در 5 سال جنگ جهانی دوم بر سر جهان نیاورد. اصلا آخه رئیسی رو چه به عدد و رقم اینطوری؟ رئیسی در ریاضیاتش در حد سیب بیاری با پرتقال، بگی این سیب با پرتقال چقدر میشه. بعد اصلا کی گفته وارد عدد اعشاری بشی؟ عدد اعشاری برای رئیسی این میدون مین میمونه، هر لحظه منفجر میشه. سطح سواد ریاضی رئیسی 1 تا 9، باید تمام ریاضی تو این محدوده باشه. تازه من فهمیدم این گفته 4 میلیون مسکن، منظورش شد 8.9 مسکن بوده. 4 میلیون نمیدونه 4 میلیون چند تا. همین دهما بوده. همین دهما بوده، فکر کرده 4 میلیونه. حالا من بابک فکر میکنم این یک توی مشاورینش یه نفر هست، یه نفوذی، که هر بار این اعداد و ارقام و پوست خربزه اعشار و اینا رو میندازه زیر پای این با مغز بخوره زمین، که بعد آخرش این مدرک شیشمو ندن بهش. یه داستانی هست خلاصه، از دنیا بره ولی شیشمو نگیره. خب بریم، حالا که صحبت از این قطار پیشرفت و این حرفا شد، بریم یه نمونه دیگه از پیشرفت‌ها رو هم با هم ببینیم. ببینید این خبر تاریخش 8 خرداد سال 91. پیشرفت 70% طرح اتصال 4 محال و بختیاری به شبکه ریلی کشور. پیشرفت 70% سال 91. 10 سال. الان 10 سال گذشته. به نظرت اون موقع که 70% بوده الان چند درصده؟ من 10 سال پیش 70% بوده، الان با توجه به اینکه الان قطار پیشرفت هم از سرعت خیلی زیاد شده، همه اینا رو محاسبه کن. احتمالاً الان شروع کنن ریل راهن 4 محال بختیاری وصل میشه به فرانکفورت. دقیقاً. خب بریم حالا خبر الان رو ببینیم. تاریخ این خبر که 12 اسفند 1401. پیشرفت راه آهن 4 محال و بختیاری به 60% رسید. یعنی 10 سال پیش 70% بود، الان رسیده به 60. چجوری میشه این واقعا؟ این موضوع رو ریاضیات معمولی نمیتونه جواب بده. در حد فاز دیگه است. آره، کوانتوم و جهانهای موازیه. یعنی ببین یه شیفتی صبح بوده کار میکرده میساخته، یه شیفتی شب خراب میکرده. اون شیفت شب 10% سرعتش جلوتر بوده. احتمالا اینا که ادامه بدن چون شیفت شب سرعتش بیشتره، آخر به جای راهن راه مال رو تحویل میدن. هفته پیش تو همین برنامه کامنت راجع به خبری صحبت کردیم که وزیر ارتباطات آخوند رئیسی گفته که قرار سیم کارت هایی بدن به توریست ها و گردشگرها که اینها بتونن به راحتی از اینترنت و واتساپ و اینستاگرام و اینا استفاده کنن. بعد توی فضای مجازی کلی کامنت و این حرفا اومد که آقا قضیه چیه؟ حالا پاسدار زرقامی که وزیر صنایع دستی و گردشگری و این حرفاست اومده جواب داده به این سوالات. ببینیم با هم. نمیشه که گردشگر خارجی بیاد اینجا ارتباطش با دنیا قطع بشه.
نمیتونیم بهش بگیم بیا از بله و ایتا استفاده کن. اون میخواد از تهران با پاریس تماس باشه. اگرم یه مشکلی براشون پیش میاد یه دفعه 2 نفر از اینا رو میگیرن به عنوان جاسوس که بعضی موقع من تا نیمه های شب پیگیری میکنم که اون مشکل رو حل کنم. خب اگر 2 تا پیرزن و پیرمرد میان اینجا نگران اینم هستن که دستگیر بشن یا اتفاقی براشون بیفته و اینا نمیتونن به خانوادهشون هم حتی خبر بدن، خب با چه در واقع انگیزه‌ای باید بیان؟ لذا من از آقای وزیر خواستم که برای گردشگرای خارجی امکانی فراهم کنه که اونها بتونن با استفاده از سیم کارت‌های ویژه و استفاده از سکوهای بین‌المللی بتونن نیازشون رو مرتفع کنن. آقا ما فکر می‌کردیم که اینا یه تسهیلاتی واقعا قراره به توریستا بدن. ما گفتیم الان از مردم دارن میزنن میدن به توریستا، الان که اصلا معلوم شد داستان چیز دیگه ایه. بله ببین دقیقاً اینا به توریستا سیم کارت میدن که وقتی دستگیرشون میکنن زنگ بزنن بگن تروریست بیار توریست ببر. این استدلال زرقاوی مثل این میمونه که تو شهر بگن همه ماشینا باید تصادف کنن، چون باید تصادف کنن همه بشن، همه تاکسی‌ها چون باید تصادف کنن بشن آمبولانس که سریعتر برسونن بیمارستان. در ثانی اگه دستگیری شرط سیم کارت دادنه، مردم ایران که شبانه روز در معرض دستگیری هستند، نه از یه ارگان، اطلاعات سپاه، اطلاعات بسیج، اطلاعات ارتش، اطلاعات انتظامی، این بعد به هر نفر چند تا سیم کارت 1000 تا سیم کارت دادن، چون هر لحظه تو خیابون میری بی دریغ ممکنه دستگیرت کنن. خب بابک بریم سکانس آخر. خب سکانس آخر یک بزبیاری دیگه ای از بچه شاه، چون به پروژه وکالتش که به خنس خورد. سفرهای مارکوپولوش هم تبدیل شد به تور اروپایی وزارت اطلاعات. حالا ببینیم برگشتش به واشنگتن چجوری بوده. یعنی بریم واشنگتن. بله برگشتش. استقبال امت میلیونی. بله دقیقاً. ببینیم. آقا من فلسفه این دست تکون دادن واسه مولکولهای هوا رو نفهمیدم. یعنی خب بابا این همه زحمت کشیده، این همه کشور اروپایی رفته، این همه حرفای وزارت اطلاعات رو رله کرده، این همه تفرقه انداخته، این همه دست و پا زده واسه خاموش کردن قیام، خسته و کوفته برگشته واشنگتن، 4 نفر نرفتن استقبالش. این چه صحنه‌ایه؟ ببین تو زود قضاوت میکنه. قرار بوده نصف واشنگتن بیان استقبالش، فقط مشکل اینه خبر نداشتن. خبر نداشتن. بله همسرش هم تو اینستاگرامش نوشته با اینکه از زمان بازگشت دقیقاً با خبر نبودم، دوستداران ایشان با خبر شده و به استقبالش رفتن. انجام شده دیگه. خبر چجوری میشه یعنی خبر نداشتن؟ متوجه نشدم دقیقاً. ببین طبق طرح قرار بوده که امت میلیونی با هدایت شعبان میمونهای ورژن جدید مال سال 2023 بیان استقبال. 50% استقبال اونا بوده، 50% همون دست تکون دادن. اونا نیومدن. رضا پهلوی یعنی بچه شاه 50% خودش رو انجام داده و کاری هم نداشته که کسی هست و نیست. به قول شما مولکولای هوا برای مولکولای هوا دست تکون داده. این منو یاد اون داستان انداخت. 2 نفر بودن، یکی لوله میکاشه، یکی خاک میریخت. اون یه نفر لوله گذار یه روز مریض شد، اون یکی همینجوری خاکو میریخت. کاری نداشت لوله رو میذاری. کاری نداشت. اینم دستشو تکون میده. اینم دستشو تکون میده. اون 50%ش رو انجام میده. ولی باور کن سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ خیلی برنامه‌ریزیش دقیق‌تر از سفر این بچه شاه سال 2023 به واشنگتن که هیچ کی نمیدونه که میخواد برگرده. آیا اصلا اعضای سازمان مجاهدین خلق اجازه دارند که دسترسی داشته باشند به ابزار ارتباطات آزاد؟ ندارند. آفرین طیب انفسکم. ندارن و یکی از دلایلی که این اجازه رو بهشون نمیدن اینه که به محض اینکه اونها در معرض اندیشه‌های دیگر قرار بگیرن، خب اون رهبری سازمان این ذهنیت فرقه‌گونه خودش رو نمیخواد که ببینه که تضعیف بشه. بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود. 4 تا جمله گفت، این همه آورین گرفت از عظما. خیلیه ها. بله الان بچه شاه یه خیزی برداشته بالای مقام عظما، الان یه جایی برای خودش درست کرده بالای جمهوری و سلطنت
و اصلا یه حجج مقام یه جای هولوش خمینی شاید هم بالاتر. کار برای شبکه اجتماعی با عکس بچه شاه و کلیدواژه اتحاد و سلطنت انتخابی که دادن به هوش مصنوعی یه چیزی درست کردن که اونو ببینیم خالی از لطف نیست. بله. از اختلافات دست بردارید. رمز پیروزی ما اتحاد بود، همبستگی بود. بله البته برای درست کردن این نیازی به هوش مصنوعی نبود. همین اگه به هوش طبیعی هم بگی دقیقاً همین تصویر براش تداعی میشه. بسیار خوب بابک اگه موافق باشی بقیه‌شو بذاریم برای برنامه‌های بعدی. بله دیگه ما که قرقره کامنتمون باز بشه دیر بسته میشه، پس منم موافقم بقیه‌شو بذاریم برای برنامه بعد. بله خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه بودید و تا دیدار بعد خدا نگهدارتون. شاد و سرفراز باشید. همه دیکتاتورها به مرض تناقض‌گویی دچارند. از یه طرف به شدت متزلزل و پادر هوان، از اون طرف تلاش میکنن با دروغ و پشت هم اندازی و انواع اقسام شگردها همه چیز رو خوب جلوه بدن و بگن کشور در حال پیشرفته. داستان قطار پیشرفت آخوند رئیسی و سرعت دیوانه‌وارش هم یکی از همین تناقض‌گویی است. همه آمارا از وضعیت خراب اقتصادی حکایت میکنن. بعد آخوند رئیسی میگه قطار سریع و سیر پیشرفت در حرکته و همه مشکلات هم داره حل میشه. با هم بریم به فینیتو و از یک زاویه دیگه یک نگاهی به این قطار بندازیم. ریس اون قطار پیشرفتی که میگفتین میباشندی؟ آره کت خدا این همان قطار پیشرفته که لوکوموتیو هم داره. خب بگو یه نیش ترمز بزنه سوارش بشیم ببینیم چجوریا میباشندی. کت خدا سرعت بالاست، ترمز و این حرفا اصلا را ندارندی، باید در حرکت بپریم بالا. این خونه های خرابه چیه ریس؟ مال زلزله خویاباده؟ نه کت خدا جان مال زلزله بم آباده، هنوز به خوی آباد خیلی مانده که برسیم. این که ادلاره الان چنده؟ کت خدا کدام الان یا الان ماشاءالله همینطوری داره میرود بالا، از نتایج تلاش های سامانه کت خداییه. این چی بود؟ نگران نباشید کت خدا، نرخ تورم بود، چیزی نیست، رو به کاهش است. ریس آخه خفه شدم، این چیه؟ کت خدا جان دود مازوت می باشندی، سرعت قطار بالاست، الان رد می شویم ازش. ای بابا برقم که رفت، الان میگویم 1000 مگاوات تا برق تولید کنندی. ریس این چی بود؟ ای وای کار اختصاصگرهاست کت خدا. لعنت به تو، قرار بود با قطار پیشرفتت ما رو نجات بدی، بعد وقتمون کردی. صدای ناله تو یادم نمیرسه دلی، روزی که با یاد برجام به ریشت حنا زدی، محال یادم بره کرک و پر ریخته تو که تو بیتت مثل یه مگس منو صدا زدی، که تو بیتت مثل یه مگس منو صدا زدی. سنگرت خالی شد و پیرت در اومد، این دفعه باید بری قربون عمت. سنگرت خالی شد و پیرت در اومد، این دفعه باید بری قربون عمت. اون روز
روزی که قاسمت کتلتی تو تابه شد، یه دفعه وارفتی و عین هوماس فلو شدی. محسن فخری با یه شلیک کلوف به و گفت سنگک سوخته و تدیک تو زیر چلو شدی. سنگرت خالی شد و پیرت در اومد، این دفعه باید بری قربون عمت. سنگرت خالی شد و پیرت در اومد، این دفعه باید بری قربون عمت. یادته که خوش نداشتی دولت و مجلسیا بیانو بر سر اسرار نظام جدل کنن. حالا اون پاسدارایی که هی تو رو باد میکنن، تو روزای فتنه باس اسرائیل رو بغل کنن. سنگرت خالی شد و پیرت در اومد، این دفعه باید بری قربون عمت. سنگرت خالی شد و پیرت در اومد، این دفعه باید بری قربون عمت. خیز که فرمانده جان و جهان، از کرم امروز به فرمان ماست. زهره و مه دفسن شادی ماست، بلبل جان مست گلستان ماست. با همین دو بیت شادی افزا و امیدبخش از مولوی پیک شادی این هفته رو به پایان میبریم و امیدواریم تونسته باشیم خنده رو به لبها و شادی رو به دلهای شما عزیزان بیاریم. برای همتون آرزوی سلامت و موفقیت میکنیم و تا دیداری دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. همیشه بخند و